اگر فکر کنم که امروز جناب رئیس جمهور تشریف میارن و به خاطر است که مقتدی‌ها بسیار کم دیده میشوند و درست است که اوضاع امنیتی ایجاب میکند که یک کمک وری احتیاط شود، ولی نه به حدی که مسجدی که همه جا پر میشد، برنده ها پر میشد، جا پر میشد. امروز مقتدیای ما اکثرا میهمانای عزیز ما هستند. در آینده خواهش من است که نباید تشریف آوری جناب رئیس جمهور یا هر بزرگ ما باعث ازی شود که مردم به مسجد به نماز آمدن نتوانند. باید که مردم بسیار با شوق و علاقه حتی همه جا پر شود. رئیس جمهور شده ببینم تو کاری خدا بکو، تلاشی خدا بکو، منم تلاشی بکو، هر کس که میآید وظیفه امنیتی خود انجام بده، لکن برخوردت به قسمی نباشد که تو مردم عین در فلان جای ایستاد بکنی مردم به نماز آمدن نتوانند. این بسیار کلان فاول است. ما خو یک انسان صریح هستم، اینجا که انسان بالا شد غیر از حق بالا خدا دیگه او باید کلمه حق بگوید. به این شکل روش خوب نیست. به هر حال بازم برادر عزیز ما فرمایش دادن که خطبه را شروع کنی. نه، فرمایش پیش ایجا حاکمیت ماست، ایجا پادشاهی ماست. هرگز کاری خدا میکنیم تا وقتی که یک ثانیه من میمانه صحبت میکنیم. چرا نماز فرمایشی؟ نه، الله بالا، الله ما میگه نماز بخوان. کسی با خدا نماز میخوانیم، وقت دوام دارد حسب معمول. هیچ امکان ندارد که امپراتوری روی زمین هم بیایم ما در وقت فرق بیاریم قطعا. و من این چیز و ان المساجد لله، مساجد از خداست، فلا تدعو مع الله احدا. هیچ کس حق دخالت در اونجا ندارد. ما برنامه داریم، برنامه ما پیش میره، برنامه شما پیش میره دیگه. خواهش میکنم که در آینده پرزا و پرزا پرانی تانه دیگه در کدام جای دیگه که میکنیم در اینجا بسیار با ادب باشیم. از ما فقط اطاعت همگی ما و شما از منبر است اینجا و از خدا و رسول است.